عقیده هر چهار امام اهل سنت و الجماعت و همچنین ائمه محدثین و سلف صالح این هست که الله متعال بر روی عرش هست و مبنای اهل سنت و الجماعت در این زمینه این هست که هر صفت و نامی را که الله متعال در قرآن برای خودش بیان کرده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم در احادیث صحیح بیان کردن، ما به آن معتقد هستیم. و در مورد این که الله متعال بر روی عرش هست، حداقل الله متعال در 7 جای قرآن این تعبیر را دارند که الرحمن علی العرش استوى، سوره طه آیه 5، یا ثم استوى علی العرش در سوره های اعراف و یونس و رعد و چند سوره دیگر. استوا در هر لغت و فرهنگ لغتی که شما نگاه بکنید به معنی استقره هست، به معنی علا و ارتفع هست و به این خاطر است که اهل سنت و الجماعت بلا تشبیه و بدون تعطیل و بدون تأویل معتقد بر این هستند که الله متعال با ذات بی‌مثال خودش بر روی عرش است.